سلام دوباره به دوستای قشنگم. بچه ها، امشب من یکم متفاوت براتون قصه میگم. یه داستان خیلی کوتاه اما قشنگه. گوش کنید. میتونید داستانهای دیگه کانالمونم گوش کنید. امشب بیشتر از یه دونه داستان براتون میگم. اسم داستان کوتاه امشبمون باد و خورشیده. یک روز باد و خورشید سر اینکه کدومشون قوی تره با هم جر و بحث میکردن. یکی باد میگفت، یکی خورشید میگفت، یکی باد میگفت، یکی خورشید میگفت. آخر سر تصمیم گرفتند با هم مسابقه بدن بچه‌ها تا ببینن کدومشون قوی تره. یه آقایی داشت از اون حوالی رد میشد. خورشید گفت بیا ببینم کدوم یکی از ما میتونه کاری کنه که این آقاه کتشو از تنش در بیاره. باد قبول کرد. اول قرار شد باد امتحان کنه. باد همه قدرتش رو جمع کرد، وزید و وزید و وزید، اما مرد نه تنها کتش رو در نیاورد بلکه کتش رو بیشتر به دور خودش پیچید. بعد نوبت خورشید شد. خورشید قدرتش رو جمع کرد، شروع کرد به تابیدن. اینقدر تابید و این آفتاب رو پهن کرد روی زمین تا اون آقاه گرمش شده کتش رو در آورد. بچه ها، خورشید گفت من تو مسابقه برنده شدم. خلاصه اینجا بود که خورشید قصه ما برنده شد. اما بچه ها، این دلیل نمیشه که خورشید قوی تر از باده. اون موقع هوا گرم بود، اون آقا لباسش رو در آورد. اما اگه هوا سرد بود، این آقا دیگه کتش رو در نمی آورد. هر چقدر که آفتاب میتابید، اون سعی میکرد که کتش تنش باشه. پس هم باد قدرت داره، هم خورشید، اما در زمان مناسبش. خب امیدوارم از این قصه کوچولوی ما خوشتون اومده باشه. شبتون بخیر دوستای مهربون و کوچولوی من.